تغذیه ما برای بالا رفتن سن بی نهایت موثره. ما موقعی متوجه میشیم که باید مواظب مغزمون باشیم که یه سکته مغزی به ما دست میده، در صورتی که ما باید حداقل 20 سال قبلش مواظب باشیم که آیا این سلولهای مغزی ما بهشون به اندازه کافی اون تغذیه‌ای که بخواد برسه میرسه و جدارهای عروق ما که به مغز باید تغذیه بدن اینها دارن بسته میشن. چرا ما جلوگیری از اونها نکنیم؟ اگر ما بتونیم از سنین 35 تا 40 سالگی به بعد بتونیم در اجتماع رو اینطور آماده بکنیم که از این به بعد مواظب تغذیه و چربی و فشار خون و قند و مسائل دیگه خودشون باشن که عروق بدن بسته نشن، مطمئنا میتونن در سنین بالا با دقت و تمرکز بسیار بالا زندگی بکنن. این نصیحت من هست برای انسانی که علاقمند به سلامتی خودشون و مغز خودشون هستن. بسیار